میگم. به عنوان پسر صدرالدین حجازی کی تاییدت کرد؟ یعنی کی گفت؟ اصلا گفت تا معروف شدم اومد گفت پسرم چقدر تو متفاوت کار کردی. باریکلا. همون موضوع اصلا ببین اصلا یهو بابا چرخید، عوض شد اصلا یهو اومد گفت ببین سینا جان موسیقی سنتی هست اینجوری هم یه چیز میگم نمیفهمی چی میگه. ببین زیاده. یعنی تو خودت میفهمیدی منظورش اینه که کسایی که سنتی میخونن همشون شکل همن و زیادن. اما همه اینا اینجوری بود زیاده. ولی تو اومدی یک بدعتی رو گذاشتی و این بدعت زیباست، این هوش تو رو میرسونه، این فلان. بعد تهش میگفت خدا سرشاهده منم صدای خوبی داشتم ولی دیگه رفتم سمت سینما و همین الانم صدای من بی‌نظیره. واقعا تهش هم کلوف می‌کرد.